درود به شما همداران ارجمند. خیلی تاسف میخورم که روز جنازه استاد ظفر میرزاییان آمده نتوانسته بودم و امروز باز یک بزرگمرد دیگری از این ناحیه یادبود دارن و با خاطر استاد حبیب الله جا آمدیم و با پوزش از ارواح استاد ظفر میرزاییان حالا میخواهم مهرنامه خود را افشا کنیم. اینجا استاد سیوف، خورشید، طاهر و عادل جان هستند. با نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزده و رهنمای. همین مصرع های دیدمو تمام حال وش میخونم. تمام همین سرشتی انسانی و سرشتی روحانی استاد ظفر میرزاییان پیش نظرم آمد، چون که ایشان یک عمر در پی شناخت شاهنامه و در پی شناخت همین جان و خرد و از همه مهم خرد یک عمر به همین کار مشغول شدند و هم خداوند به ایشان هم روزی داد، هم راهنمایی کرد، هم نام داد، هم نان داد، هم جای داد و هم آبرو داد که امروز من بعد چندین سال از مرگشان میکنید که گویا دی نبود، که 2 سال زیاد گذشته است. خداوند رحمت کند. استادم اینجا یک شعر نغزم نوشتگی اینجا به اصلی تو رو ز رشته فرهنگ آفریدند، یا از گل معانی و دانش سرشتند، شاهنامه و حکایتت از مغز آن، شاهنامه رو برای تو گویا نوشتند. چه صاف؟ واقعا هم استاد ظفر میرزاییان یکی از فرهیختگانی بود که حتی از دوران شوروی از سالهای اواخر 50 و اوایل 60 تلاش ها داشت تا مردم به مهد فرهنگ خیش بازگردند. استاد ظفر میرزاییان یک نفری بودند که در شهر کلوب و من مطمئنا میگویم که در تمامی تاجیکستان و شهرهای تاجیک نشین سمرقند و بخارا من سوگند ایران را نمیخورم، اما با مثل مکتب ظفر میرزاییان، مکتب شاهنامه دانی، شاهنامه خوانی، برگردش اصولی بر اصالت خیش یگان نفر تأسیس نداده بود. استاد ظفر میرزاییان بسیار کارها کردند که تا نورسان، کودکان، جوانان رو به شاهنامه آورند. شاهنامه چیست؟ شاهنامه به گفت استاد گلرخسار وطن است. شاهنامه شهادتنامه تولد هر یک تاجیک است. شاهنامه پاسپورت ملت ماست. استاد میرزاییان تا بودند انا همین معرفیگر پاسپورت و پراپیسکای تاجیکان در جهان بودند. راستی تشبسکاری سر منزلی استاد ظفر میرزاییان آمدن همین خورشید بود. خورشید هنوز از دوشنبه دین شبم به من زنگ زدی. دین شب زنگ زدن که یک کاری خیری دیگر هم کنیم و سر گوری استاد میرزاییان بی. قبل سر اون است که استاد ظفر میرزاییان شخصا برای خودی من در زندگی خودی من نقش ناگسستنی دارم. با بعضی سبب‌های معلوم من اینه گفته نمیتونم، ولی وقتی که ما گزیت دویم، گزیت سمکا نشر کردیم و یک گروه میخواستن که این گزیت نشر نشود، استاد ظفر میرزاییان از کلاب زنگ زد آمد و درباره ما ایستاد و تا آخر، تا وقتی که اجازتنامه گزیت رو نگرفتیم درباره من بود و استاد اعلان کرد که از همون لحظه و خبرنگار جاویدانی سمک می شد و تا لحظه آخر عمرش برای سمک می نوشت و از نامگذاری ما خوشش می آمد و می گفت که سمک عیار آفرین، اما این خیلی نام ها باید گذاریم. بدبختانه در روز مرگ استاد با بعض سبب ها آمده نتونستیم، ولی من فکر میکنم که مرگ
استاد میرزایان واقعا یک شکستی فرهنگی ما بود و سطحی استاد میرزایان یگان نفره در تاجیکستان نبود و نیست یا من نمیدونم که از شاهنامه با خبر باشد و واقعا این چیز ترغیب کرده است. این یک طرف دیگر اینکه مکتب شاهنامه خانه که در دانشگاه کلوب تشکیل کرده است. مثلا این در بیرون از دانشگاه، این در یگان جای تاجیکستان نیست. بیرون از دانشگاه، ولی در یگان جای تاجیکستان نیست و در بسیار جای تاجیکستان هنوز میترسن که به این کار دست نن که مثلا مکتب شاهنامه خانه تاسیس کردند یا چیکار. و واقعا مرگ استاد یک گونه مرگ ما هم بود. مرگ استاد یک گونه ما در حالتی شکستن و در حالتی نامیدی انداخت. ولی یادشان بخیر باشد، خدا نگهدارشان باشد. ببینید که امروز خبر اون کس با چگونه شکوه امروز هم در کتیبه سر گرد باز هم از فردوسی، از فردوسی و بسم اللهش فردوسی هم. بله واقعا یک چیزی هست که از باطنی همین شخص روایت میکنه. طاهر جان نسل باز نوی خوالنگ است. سلامت باشید استاد عزیز. ما افتخار میکنیم که چنین شخصیت‌های دانشمند، شخصیت‌های نامدار که در این خاک زاده شدن و تربیت یافتن و برای وطن و ملت خدمت کردن مثل ظفر میرزایان بی‌نظیر هستند. روح استاد دعا میکنیم که شاد باشد، فرزندانشان سربلند باشند، سعادتمند باشند. نامی بلند استاد جاویدانی و تاریخی است. اگر خواهیم که نشکنه ما مردم اقوام آریا، یکی از بزرگترین تالیفات استاد ظفر میرزایان سه شکست آریایی ها را باید ما بخوانیم و کتابی روی میزی همه ما و شما باشد. عادل آخر سخن. حاضر همین پیش از آن که شما درباره سه شکست آریایی ها گفتید، من گفتنی بودم که هر یک تاجیک خودآگاه باید این کتاب بخواند، چون که بسیار رمز و رازهایی که اینجا هست، بسیار سوالهای ما به پاسخ میدهد و بسیار کتاب مهم هست. حاضر فکر هستم که یگان آدم پیدا شود که آثار ظفر میرزایان جمع کند و چاپ کند. مقاله های زیادشان در صحیفه های روزنامه ها از سالهای 70 80 چاپ شده است. بحثشان در اشتراک فعالشان در بحث های نوروز. من حاضر فکر میکنم که در تاجیکستان یگان کس آیا مثل ظفر میرزایان درباره فلسفه نوروز میداند؟ آیا میشناسد نوروز برای همین یک آدم در کار که یک کس نه، حتی یک دوسته که است در کار که یک مشغول شود به شناخت این آدم و آثار ایشان نشر کند در جلد ها، مثلا مقاله های خیلی زیاد، صحبت ها، مصاحبه های خیلی زیاد که این کار کردن بسیار حتمی و ضروری است. حاضر ما درباره جشن حبیب الله فیض الله گفتیم. قدرت سخن همین که همه به هم میآورد. ما به شرافت یک شاعر دیگر آمدیم امروز با 3 نفر یاد کردیم. هم استاد ظفر میرزایان آمده دیدیم، هم در جماعتی هستیم که به نام غفار میرزا هست، یک شاعر شوریده بزرگ دیگر، و هم با جشن خدا خواهد پگاه در جشن حبیب الله فیض الله اشتراک کرده این شاعر بزرگ جوانمرگ یاد میکنیم. برای همین من عرض دارم که روح استاد پرس داریم. روح استاد چگونه پرس داشته میشد؟ ایده های ایشون درک کرده، کتاب های ایشون خونده، مقاله ایشون خونده، برای خودمون یک روحی معینی زندگیمون پیدا کنیم. روحشون شاد باشد. تشکر برای این اکام که شما این کسی نامشون رو بخیرم نمیدونید، برای من یادآور نکردید. این کس مویا نامتون کیا کجا؟ نامتون جمعه خان. جمعه خان. راه بلدیم. شما راه بلد ما تا همین جا آوردید. روح استاد شاد باشد. به نام خداوند جان و خرد از او برتر از اندیشه بر نگذرد. همون گپ جاودانه فرداست. باشه یک دو و میره. یک دعای درست است. در اینجا خورشیدچاه مکتبی شاهنامه خوانی ظفر میرزایان را گفته گذاشتند. این اصلا مکتبی شاهنامه خوانی نبود، این شاهنامه شناسی بود و شاهنامه معرفی بود و متاسفانه این در نزد یک
یگان دانشکده و دانشگاه نبود. استاد ظفر میرزایان یک مرد فرهیخته صاحب ملک ثروتمند بودند. خدا کند که تمامی افرادی که با ادبیات سر و کار دارند مثل استاد ظفر راه ثروت را هم یابند. این خوب است و انمو ثروت خود را در راه شاهنامه خرج میکردند. در نزد مهمانخانه خیش، مهمانخانه سامانیان، محفل شاهنامه خوانی را تأسیس داده بودند و از یگان کس محتاجی نداشتند و ضمناً در اونجا جوانهای جمع می آمدند، گلدختران و گلپسرانی که واقعا با شاهنامه سر و کار داشتند. این یک. و دوم اینکه استاد ظفر میرزایان کارمند و یکی از مسئولین کلیدی شهر باستانی کولاب بودند و در جشن 2700 سالگی شهر کولاب بزرگترین کار را کردند که همین حال گفت خورشید، چون بعضی سیرها را فوش میکنیم، با انجام رسانیدند. تمامی اهل قلم، ژورنالیستان، شاعران، آنهایی که با سخن اندک سر و کار داشتند، همه آنها را صاحب خانه و زمین کردند. من جمله کمینه کمترین سیاف مزراب که امروز در کلاب یک گوشه که خورده دارم، این هم با امضای مبارک ظفر میرزایان و رئیس زرشناس عبدالجبار زردیوف به ما داده شده است. همه فرهنگیان و فرهیختگان را استاد ظفر میرزایان زمین دادند، خانه دادند، صاحب یک کلبه کردند که کلبه آخرتشان آباد بود، جاش جنت. و در آخر سخن میگویم که در آخر سخن که جهانی شدن چکن هم به نام ظفر میرزایان مربوط است. روح روان استاد شد، منزل آخرتشان آباد باشد.